سحر برخیز و طاعت کن که طاعت بهزی هر کار است. سعادتان کسی دارد که پیش از صبح بیدار است. دلم گوید که برخیزم، زمین گوید که دم گیر. زمین را زیر پا آرم که آنجا امر جبار است. السلام علیکم عزیزان دلی که این دم گوش بر صدای ما دارند. یک صبح نو را به شما مبارک باد میگویم. شکر از آن که چشم گشودیم و زندگی داریم. دلور هستم در برنامه. دویم استاد میگفت که نبین که کی میگوید، ببین که چی میگوید. خواستیم اطراف این موضوع کمی حرف بزنیم که در زندگی بسیار خطاگی داریم که ما فقط اعتبار میدیم که کی گپ میزند. میبینیم افت و اندامش را، ماشین دارد، چگونه است، کی است، بعد سخنش را گوش میکنیم. وقتی یک فقیر و ناکس گپ زند کسی اعتبارش نمیدهد. به این خاطر بسیار هستند این گونه شخصان خاکسار، در خاکسار سرخم که دیگر در زندگی سخنشان اعتبار ندارد. قصه را میورد، میگفت که روز خداوند موسی را گفت که موسی از خودت پست را بیاب، نفری را یاب که از خودت پست باشد. موسی میکافت این طرف آن طرف اما پیدا نکرد. دید که سگ، گفت که خدایا شاید همین سگ از من پست باشد. سگ زبان برآورد، گفت ای موسی چرا مرا از خود پایان میشماری؟ من هم خدا خلق کرده است، تو هم خدا خلق کرده است. حضرت موسی گریان شد، گفت خدایا، گفت از خودم پس دیگر کسی را نمیبینم. این گونه خاکساری بود که صاحب این قدر آبرو و احترام بودند. در زندگی بسیار کسها را دیدیم که در مدتی کوتاه ناکس شدند. چندین نفر میلیاردرها را دیدیم که یک مدتی کوتاه مفلس شدند، هیچ کس شدند. اما برعکس هم دیدیم که شخصانی که اعتبارشان نمیدادیم در هر کجا از در زندگی هیچ کس بود، یک مدتی کوتاه یک شخصی با برومند شد و دیگر شد و رفت. و این خاطر هیچ چی گفته نمیشود در زندگی. هیچ وقت نگاه نکنید که کی میگوید، دائم اعتبار دهید که چی میگوید و به اعتبار نباشید. پادشاه وزیر را نزد خود دعوت کرد. گفت جناب وزیر، با تو یک سوال پیشنهاد میکنم، 3 سوال دارم. گفت اگر به سوال من جواب دادی پس مرحمت وظیفت را ادامه ده، وگرنه وزارت را خالی کن. گفت کرسی را خالی کن. گفت بفرمایید. گفت خدا چی میخورد، چی میپوشد و چی کار میکند؟ وزیر حیران شد. خدا چی میخورد، چی میپوشد و چی کار میکند؟ 1 ماه وقت به تو گفت. رفت تمام مردم را جمع ساخت. وزیر گفت ایدام الله ها، ای بزرگان علماها، سوال چنین است، خدا چی میخورد، خدا چی میپوشد و خدا چی کار میکند؟ همه حیران میشد، میگن جناب وزیر و در کجای نامده است این گونه که خدا چی میخورد، از کدام نمودی طعام میخورد، کدام نمودی متاع میپوشد؟ خدا نیاز به اینها ندارد یا که خدا چی کار میکند؟ و خدا قادر است هر کار که بخواد میکند. همه عاجز بود، کسی نیافت. پادشاه یادآور میشد دایم که وقت کم ماند وزیر، وقت کم ماند. 2 روز یا 3 روز دیگر ماند. در بین به سوی قصر روان بود، خیلی غمگین بود. کشار در درآمدگاه قصر غلامی بود، کار کرده ایستاده بود. دید که وزیر غمگین. گفت ای وزیر چی شد بر تو، چرا غمگینی؟ گفت بپرواگی کرد. باز پرسید که جناب وزیر شاید من کمک کنم، چی شد بر شما، چرا غمگینید؟ گفت تو غلام کجا و من کجا؟ تو غلام مسئولی مرا از کجا در کنی؟ خیلی خلاصه گپ گفت. گوش کن. گفت سوال کرد که پادشاه خدا چی میخورد، خدا چی میپوشد و چی کار میکند؟ غلام تبسم کرد، گفت سوال آسان است. وزیر حیران شد. چگونه؟ گفت کو گپ زن، خدا چی میخورد؟ وزیر گفت خدا غم بنده میخورد. گفت خدا غم بنده را میخورد، ما بندگان را. گفت خوش به حالت ای غلام. پس دوم سوال
خدا چی میپوشد؟ گفت خدا گناه ما بندگان را میپوشد. بله، خدا گناه ما را میپوشد. گناه را بنده میکند که خدا شرمسار است. گفت سوم سوال گفت در نزد پادشاه جواب میگویم. هر دو روان میشود نزد پادشاه. پادشاه میگه که کی بر تو کمک کرد؟ میگه که غلام. بعد میگن سوم سوال هر دو لباس ها را عوض کنید. یعنی غلام لباس های وزیر را میپوشد، وزیر لباس های غلام را میپوشد. هر دو نزد پادشاه وارد میشوند. میگه که آیا نمیدانی خدا چی کار میکند؟ خاموشی بود. گفت خدا در یک لحظه وزیر را غلام میکند، غلام را وزیر میکند. گفت این از کار خدا. این بود یک قصه که یک تکان دهنده بود، شاید در زندگی برای شما کمک بشود. و من بعد شعار بکنید که نبینید که کی میگوید، ببینید که چی میگوید. خدا حافظ.